بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز و گرامی، بینندگان عزیز، اصلی مسئله برگردیم در اسلام، یعنی زن و شوهری یا که ازدواج کردن، زن گرفتن یا شوهر کردن به خاطر چی هست؟ باید این سوال رو بدیم که با اسلام چی میگوید؟ اسلام میگوید به خاطر چی شما زن بگیرید یا شوهر کنید؟ ولو واقعیت بگوید، هر انسانی که به خاطر شهوت رونی شوهر کرده باشد یا زن گرفته باشد در زندگی ناکام است، در تربیت فرزندان ناکام است، در زندگی ناکام است، در معامله ناکام است. چرا؟ به خاطری که ما یگان عبادتی بیچی نداری، به نیت نداری. تمام عبادت های ما نیت دارد. حالا ببینی هر عبادتی در اسلام اول دارد، اخیر دارد. نماز نیت دارد، سلام دارد. روزه نیت دارد، افطار دارد. حتی حج احرام دارد، برآمدن از احرام دارد. اول دارد، اخیر دارد. یگانه عبادتی که در اسلام اخیر ندارد یک عمره است. این چی هست؟ این نکاح هست. هر انسانی، هر مسلمانی، هر مردی که اگر در نکاح به نیت موقتی اگر نکاح اون زن رو به نکاح بدرارد، لعنت خدا و ملائکه و تمام موجودات برای اون می شود. پس یعنی ازدواج در اسلام به خاطر و به نیت چی هست؟ عروس قبل از اون که بگه تن نفسم بخشیدم یا که فلان وکیل کردم یا دیگر باید بگه پروردگارو من این شوهر میکنم، تکیه و توکل و امید به خدا به نیتی که چند فرزندی صالح و نیک سبب روشنایی چشم افتخارم در دنیا و آخرت نصیبم بگردانی. توکل به خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، تن نفسم بخشیدم. چون که این عبادت هست. عبادت یک عمره هست. به خاطر که کامیاب شود انسان باید که نیتش رو نیک کند. حالا شه هم که باشد قبل از اون که بگید خواستم قبول کردم، بگید که پروردگار همه تکیه و توکل و امید به خدا، من ازدواج میکنم، این زن رو به نکاح هم میدرارم، پروردگار رو به امید خدا به نیتی که چند فرزندانی نیکی عطایم نمایی، چند فرزندانی نیکی که عطایم نمایی، سبب روشنایی چشم و افتخار دنیا و آخرت برایم باشم. با این نیت باید ازدواج کند جوانی مسلمان، چی عروس چی شه. یعنی ما یکون عبادتی به نیت نداریم و نکاح ازدواج این عبادت یک عمره است که هر لحظهش اجر و پاداش دارد و هر آسودگی هایش که خوشی هایی که میبیند چی زن چی شوهر شکر میگوید، این یعنی اجر و پاداش دارد. هر مشکلی هایی که این زندگی دارد که به مشکلی نمیشود صبر میکند، میگه پروردگارو هزار بار صبر و هزار بار شکر الحمدلله، این اجر دارد. این به اجر نیست. اجرش چی هست؟ اجر میگیم چی؟ یعنی برکت در زندگیت میآید، فرزندان صالح میشوند، خصوصا وقتی که پیر شدید برجا مانده شدید، اون فرزندا بالای چشم دید همچون مغزینان میبردارند در نتیجه شکر گفتن، صبر کردن، در نتیجه گذشت کردن. حالا آیت خلاصه می شود پروردگار چی میگوید؟ حالا گفتیم که هر وقت یعنی در چیز اظهار محبت کردن. پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث مبارک میگویند که لقمه ای رو زن یا که شوهر در دهان همسرش، چی شیرینی باشد، چی مغز باشد، چی گوشت باشد، هر چیزی که باشد، یا بریده نان باشد، حتی در دهان همسرش به اظهار محبت و یعنی امید به پروردگار، امید اجر از پروردگار و به خاطر پروردگار و اظهار محبت برای همسرش، چی شوهر چی زن، این لقمه رو میگذارد. پروردگاری ذره‌گیر، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، این ذره رو میگیرد، میکند، جمع میکند، زیاد میکند، مثل کوه احد به صاحبش برمیگرداند در روزی سختی، در روز قیامت. ولی یک روز قیامت
شاید 1 دقیقه تمام عمری ما باشد. اگر 100 سال عمر ببینیم 1 دقیقه آن همون روزی قیامت می شود. 1 دقیقه در آن همون روزی سختی اون رو پروردگار به صاحبش برمیگرداند. یا اینکه خدای نکرده اگر مرد شوهر بیمار شد باید که زن بیقرار شود، خوراک گرم و دیگر معامله نیک. اگر زن بیمار شد از شوهر بیقرار شود، دارو و درمان و طبابت دیگر. این است معامله زن و شوهری در اسلام. پیامبر علیه السلام هر وقت میگفتند که الحمدلله الذی رزقنی حب عائشه، پروردگار را حمد و ثنا که یعنی محبت عایشه رو در قلب من جای کرده است. الحمدلله الذی رزقنی حب خدیجه، پروردگار را حمد و ثنا بود که محبت خدیجه رو در قلب من جای کرده است. و این است عشق و این است عشق ورزی. عشق ورزی در اسلام با زن نکاحی هست، نه با نامحرمی که این وسوسه های شیطان است که زندگی رو ببرکت و انسان رو بدبخت دنیا و آخرت میکند. اون عشق نیست. عشق در اسلام وجود دارد، محبت وجود دارد، باید که انسان با همسرش انجام بده تا اینکه در تربیت فرزندان کامیاب شود. حالا باید خلاصه میشود میگوید که ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. کی هست که خانه اش رو خشخانه دائمی، توی خانه دائمی خانه اش رو جنت میکنه؟ اونی که از روی عقل، نه از روی خودخواهی و بدخواهی و بدبینی و دیگر زندگی کند، از روی عقل، فراست، خیرخواهی زندگی میکند، خانه اش همیشه خشخانه و توی خانه دائمی هست. و کی هست میگوید که خانه اش رو ماتم خانه و به جهنم و به عذاب و به چیز به ماتم خانه تبدیل میدهد؟ کسی که از روی بدخواهی زندگی میکند. خلاصه یعنی خوشبخت‌ترین زن شوهر کی هستن در زندگی؟ خیرخواه‌ترین زن شوهر نسبت همدیگر. بدبخت‌ترین زن شوهر کی هستن در زندگی؟ بدخواه‌ترین زن شوهر در زندگی. و این یک چند ملاحظه در معامله زن شوهری از روی گفته‌های خدا و رسول خدا من شرح دادم.